میدارم رشته‌های رسمی مخصوصا برای بچه‌های شما بچه‌ها رو من توی جلوی کلبه خودت به جمعیت میاد. آره بچه‌های شما تماشاگر خودشون رو دارن و ما سه شب رو به تماشای اتفاقاتشون داریم میشینیم. والیبال رو فقط امشب داشتیم و اون بچه‌هایی که امشب کبدی رو فقط امشب داریم. شما گل سرسبد هیئت‌های محشر شما رو خواهیم داشت. من تشکر کنم خانم دوستانی. من خدا من میتونم با افتخار بگم فاطمه مادر واقعی همه چون میگن مادر شاید مادر واقعی ما با افتخار میتونم بگم که پسر این خانم هستم. این بچه‌های کیک باکسینگ چون میگن که ادواتشون دوره ما آپدیت بشن طول میکشه. بریم به بعد اینم حسن ختامه بچه‌های اینجا عالی دمتون گرم. احترامه سنسی جان بچه‌ها همه بچه‌ها رو هم دیگه اینجا یه عکس رو خواهم گرفت. بچه‌های کیک باکسینگ به یه شکل دیگه ای میاد. بچه‌های کیک باکسینگ همه دارن میان به یه شکل دیگه ای. بچه‌ها تو کاسمی بشینید لطفاً. همه لطفاً تو کاسمی بشینن یه عکس گرفته بشه. بچه‌های اینجا لطفاً مثلا تاتمی بشینن. نه میگن مثلا تاتمی بشینن. خب یه نمایش هم این برداریم بچه‌های خیلی خوب رفقای دوربین به دست این لحظه رو از نظر من شکار کنید و با نام هیئت ورزش‌های رسمی توی فضای مجازی وایرال کنید. لطفاً توی فضای مجازی با نام هیئت‌های ورزشی شهرستان کرمان این هنرنمایی رو این لحظه رو تا میتونید از دست ندید. اگه رکوردید من با افتخار عرض می‌کنم اینجا کرمانه تلکابین 20 ملل